بعد از فقدان این عزیز من دیدم خیلی از همه تقریبا روزنامه ها، همه مطبوعات، در فضای مجازی اشخاص گوناگون از جریان های مختلف دیدم همه از خدمات او و تلاش های شبانه روزی او حرف میزنن، از او تمجید میکنن، تعریف میکنن. دلم سوخت، دلم برای رئیسی سوخت. در زمان حیات او اینها یک کلمه حاضر نبودن از این حرفها رو بگن، او رو میآزردند. او البته غالباً جواب نمیداد، اما گاهی پیش من میآمد، به مقداری شکایت میکرد.